خیلی چطوره؟ خوبی؟ این ولای برای تولد ربکاست و من الان اومدم زوردو که هدیه تولدش رو بگیرم و این باد وحشتناک و نام صلاح استانبول رو شما داریم. میخوام که برم از بیمن براش یه چیز آرایشی بگیرم. ترجیح هم کلا برای هدیه همیشه لوازم آرایشی، ولی از چه برندی رو نمیدونم. میرم ببینم که چی پیدا میکنم. کالکشنش رو ترکونده با یکی از گزینه ها 100% روژه و من اینجا تستش رو رفتم. قهوه‌ای کالباسی میخوام. حالا تقریبا این خیلی نزدیکه به چیزی که میخوام و ربکا اصولا این رنگ رو خیلی استفاده میکنه. بچه یه چیز دیگه که خیلی خفنه این لیپ بالماست. خیلی خفنه. بعد نرم کنندگی عجیبی داره، یعنی توی ثانیه خشکی لبت رو کامل میگیره و به نظرم صلاح هر کسیه که داشته باشه. اینا هم اضافه کردم ولی همچنان فکر میکنم اون انتخاب اول. شاید شما بگین که اینا همش شبیه همه تقریبا، آره، ولی در اصل خیلی داستانش فرق میکنه. من همون لیپ گلاس رو گرفتم، یه دونم براش برانزر گرفتم، شماره 2 رو براش گرفتم، ولی بیشتر به رنگ صورتش میاد و الان میریم تو تابستون. صلاح توی اینه، ولی متاسفانه پاکت خود گوچی رو برای من نتونستم پیدا بکنم. اینم از پکیجینگش. حالا خود جعبه بیمن گذاشتن. خیلی راضی بودم از خرید. دیدی راضیم. اینجوری بودم که بذار برم ببینم چی این شکلی، ولی اومدم اینجا دوباره در کسری از ثانیه دیور بزرگوار رو گوچی رو دیدم و گفتم که صلاح توی همین بود. حالا امیدوارم که دوست داشته باشه. این لباسه از دور به شدت من رو جذب کرد. وای این یعنی صلاح و مصلحت و دام. وارد بازی تام فورد شدم و دیگه الان یه مقدار سخته که من از این بازی بتونم در ما الان آماده ایم که لیتس گو کنیم و بزنیم. مرحبا. مگه یه قهوه بخوریم توی استارباکس، بعد دیگه بریم فرودگاه. لیتس گو. چی بخوریم؟ که من بتونم اینجا بخورم یکی این هاشاردویک پینیره. بچه خیلی خوشمزه است، بهتون خیلی پیشنهادش میکنم، خیلی باحاله. عید فطره جم برای من گل گرفته شو عید تبریک گفت. تشکر ای که برسا و رسیدیم به فرودگاه. لیتس گو. چقدرم شلوغه اینا. عید فطرشون تقریبا عید نوروز ماست، یعنی مسافرت میرن و خیلی واسهشون مهمه. برای همین استانبول قشنگ خلوته. همسفرهای من اومدن 19 کیلو بار دارم، منم 20 کیلو بار دارم، ولی خب هیچ ایرادی نداره. هم داری 20 کیلو اضافه بار می‌خوریم. خب بریم بخوریم. کاری نیست، میریم که داشته باشیم. ببین ما داشتیم از پرواز جا میموندیم و مقصر هم
چیز بود، این آقا بود داشتیم از پرواز جا میمون. حالا ولی به صورت VIP اومدم ما رو بردن و تیکتامون رو بهمون دادن. آره حالا چی شد که بعدم میگم. مشاوره دارم و دم پرواز دارن حق مشاوره رو چون گرفتن ازشون، اصلا با اون حق مشاوره ها سفر رو شروع کردم، برای با مشاورش رو بدن. ایشونم من تو نوبت مشاورم، تو نوبت مشاوره از کار جمعه. رسیدیم و این یه سربالایی عجیب غریبی داره که ما پیاده شدیم. بله. با شهشق قلب همونطور که در مقاله‌های دیشین خوانده. ای وای ما پیاده روی میکنیم، تمام تلاش رو میکنیم. نره داره میره انگار بچه‌ها. اون یهو گازشو نگیره بیاد رو ما. برو کنار. تولد بیبه. هلو خوشگله. هلو پارمیدا 3 روزه که داره با من هماهنگ میشه که ربکا رو سورپرایز کنه. حالا میریم ببینیم واسه چی نوشته. بلند اون جایی که خیلی عمیقه دوست دارم. پارمیدا که ای خدایا